سلام به همان برادرها پادپیسچی‌های کانال. خوش آمدید به کانال ما. در این روز ویدیو من به شما چطور پنهان کردن فوتو، ویدیو و دیگر چیزها را با یک پروگرام نشان میدهم. بهترین پروگرام است که پروگرام در اپسانی و در کامنتاری ویدیو می شود. در روی دست ما سیلک اسکرین‌شات کرده گیرید. این پروگرام می باشد برادرها. پروگرام را اسکرین‌شات کرده میگیرید و می‌دارید به پروگرام. در اینجا سکرین پروگرام در اینجا دارید. وقتی که در اینجا می‌دارید پروستو ساعت رفته ایستاده است، یک بار در مابین ساعت پخش میکنید و در اینجا کد میمونید. شما من مثال کد مونده هستم. در اینجا کدی به خودتون موافق را میمونید و باز یک بار دیگر به مابین پخش میکنید. وقتی که شما پروگرام را نو استرام کرده میگیرید، از اینجا اول شما باید کد را توقیع میکنید و با پروگرام داخل میشوید. از همونجا همش را رجیستراسی میکنید و کد را در اینجا زدید. باز یک بار دیگر با مابین ساعت پخش میکنید. در اینجا چطوری که دیدید فایل اساس در یکم میتونید پاپکه های را در اینجا پنهان کنید. در دومش ویدیو و در سوم پیکتور اساس در همونجا فوتوها را پنهان کرده میتونید. ما حاضر به شما هم به آنها رو پنهان کردنشون نشون میدیم. یکم میداریم به فایل است. در اینجا پیلوس رو پخش میکنید. در اینجا کمی منتظر میشویم. و در اینجا در بالای کریات فولدر پخش میکنید. در اینجا مثال یکان چی را می نویسید. و در داخل این میتوانید همه چیزها رو با طور موافق خودتون نویسید. نویسته پنهان کرده میتوانید. و در اینجا ویدیو در بالای ویدیو پخش میکنید. در اینجا در بالای پیلوس پخش کرده. و در بالای ویدیو پخش میکنید. در اینجا میتونید ویدیو دلخواه را انتخاب کنید. من مثال یک ویدیو را انتخاب کنم و در بالا نشاک قلف را پخش میکنید. و چطور که دیدید ویدیو در اینجا سخنید شد. و باز از اینجا میبرایم. و در اینجا در بالای پیکتورس پخش کرده. در بالای پیلوس باید شما در اینجا در بالای گالری پخش کنید. و از اینجا فوتوها رو انتخاب میکنید. یک دو فوتو رو میگیرید. اینجا قلف رو پخش میکنید. و چطور که دیدید در اینجا فوتوها سخنید شد. و برادرها باز پروگرام وقتی که در داخل پروگرام یگان فوتو، ویدیو، پاپکه ها رو گیرید از گالری نیست میشود. در اینجا پیدا میشود. خیلی برادرها ویدیو با همین با آخر میرسد. ویدیو با شما معقول شده باشد لایک مانید. در کانال پادپیسچی کرده و ابونه شوید.